من آن لعل بدخشان می پسندم، پری روی سخندان می پسندم. گره خورده دلم به تار زلفش، منم آن آب حیوان می پسندم. سلام دوستان عزیز، به گزارش امروز درباره ولایت زیبای بدخشان با من پروانه مددی خوش آمدید. ولایت زیبای بدخشان یکی از ولایت‌های شمال شرقی افغانستان میباشد. این ولایت زیبا از شمال با تاجیکستان، از غرب با چین و از جنوب با تاجیکستان همسرحد است. ولایت بدخشان دارای مساحت 47403 کیلومتر مربع می باشد. طبق اطلاعات احصایه و معلومات این ولایت، در این ولایت زیبا بالغ بر 1,505,000 نفر زندگی می کند. اکثریت مردم بدخشان مالدار هستند. از طریق مالداری کشاورزی امرار معیشت می‌کنند. این اراضی‌های بسیار وسیع و سرسبز باعث شده است که صنعت مالداری در این ولایت گسترش خیلی زیاده پیدا کند. ولایت زیبای بدخشان با داشتن دریاهای خروشان، مناطق سرسبز و کوههای مرتفع باعث جلب توجه اکثر گردشگران خارجی شده است. سالانه تعداد زیادی از گردشگران خارجی از ولایت زیبای بدخشان دیدن می‌کند. کوههای مرتفع پامیر یکی از اهداف مهم این گردشگران خارجی است. حیوانات نادر و کمیاب از جمله آهوی خوتن، گوسفند مارکوپولو و بز مارخور که در حال انقراض هستند و نسل آنها در خاورمیانه کلاً از بین رفته است، در این ولایت زیبا وجود دارد. مردمان بدخشان مردمان میهمان نوازی هستند و به میهمان نوازی شهرت بسزا دارند. این ولایت زیبا همینطور که لعل بدخشان زیبا دارد، سرسبزی های زیبا دارد، ولایت زیبا هست، دارای دختران زیبا و پرهنر می باشد.